در پایان هفته گذشته معاون شهرداری اصفهان، بوستان و پنجکند تعیین کرده شدند. از جمله بروزگی پرزیدنت پرویز فیض‌الله زاده معاون اول رئیس شهر اصفهان، سرورالدین ضیاءالدین زاده معاون رئیس این شهر، ممنور نورزاده معاون شهردار بوستان و پروینه نقیبی معاون رئیس شهر پنجکند تعیین شدند. پروینه نقیبی به جای زینوره عظیمی که هنوز سال 2019 معاون رئیس ولایت سوخت تعیین شد، معاون رئیس شهر پنجکند شد. این کرسی 3 سال باز خالی بود. مراسم معرفی پروینه نقیبی روز 9 اپریل دایر شده است. نقیبی پروینه 12 ایول سال 1982 در شهر پنجکند تولد شده است. سال 2005 دانشکده آزاد تاجیکستان در شهر پنجکند را با اختصاص حقوق شناسی و اداره کنی دولتی ختم نموده است. سال 2006 فعالیت خود را همچون متخصص شعبه کار با زنان در شهر پنجکند آغاز نموده از سال 2008 تا 2015 در حزب حاکم خلقی دموکراتی در شهر پنجکند به حیث مدیر شعبه کار با زنان فعالیت کرده است. سالهای 2015-2022 معاون رئیس شعبه پنجکندی حزب حاکم بود. معاون تازه تعیین شهردار بوستان ممنور نورزاده سال 1990 در ناحیه عینی تولد شده دانشگاه دولتی خوجند را ختم کرده است. او قبلا مدیر شعبه رشد جامعه و روابط با جامعه دستگاه رئیس شهر بوستان بود. زبیدالله شامادوف سخنگوی شهردار اصفهان خبر داد که روز 8 اپریل پرویز فیض‌الله زاده به حیث معاون اول شهرداری و سرورالدین ضیاءالدین زاده به حیث معاون رئیس شهر اصفهان معرفی شدند. پرویز فیض‌الله زاده قبلا سردار ریاست اقتصاد و سودا و سرورالدین ضیاءالدین زاده رئیس شعبه حزب خلقی دموکراتی در اصفهان بود. پرویز فیض‌الله زاده 3 آگوست سال 1979 در اصفهان تولد شده. سال 2005 دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان را با اختصاص مهندس تکنولوژ ختم کرده است. او فعالیت مهنتی خود را سال 2003 به صفت اینستروکتور متدیست عاید به ورزش آغاز نموده بعدا در وظیفه‌های مدیر گاراژ و معاون دیرکتور گنرالی شرکت من 35 فعالیت کرده است. سالهای 2016-2017 به صفت سرمتخصص بخش جوانان ورزش و سیاحی، سالهای 2017-2019 مدیر بخش سرمایه‌گذاری و اموال دولتی و از نوامبر سال 2019 همچون سردار ریاست اقتصاد و سودای شهرداری اصفهان فعالیت داشت. ضیاءالدین زاده سرورالدین 12 آگوست سال 1975 در اصفهان تولد شده ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان می باشد. فعالیت مهنتی ضیاءالدین زاده سال 1997 به حیث برقچی در کارخانه لنین‌آباد نفت و گاز آغاز گردیده بعدا در این کارخانه به صفت استاد برق و مهندس فروش برق سردار کارگاه شرکت پترولیوم سوخت کار کرده است. سالهای 2014-2018 رئیس جماعت دیهات خاناباد و سالهای 2018-2019 رهبر دستگاه رئیس شهر اصفهان بود. از ماه مای سال 2019 شعبه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در اصفهان را رهبری میکرد.